مجله علم و جامعه اکادمی علم‌های تاجیکستان با نشر یک مطلب پخش فیلم‌های زمان شوروی در شبکه‌های تلویزیونی را تأسف‌انگیز و خلاف ارزش‌های ملی عنوان کرده است. این نهاد نمایشی به تکرار فیلم جورا شکارچی از مین ارخر را تحقیر ملت می‌داند و پیشنهاد کرده است که پخش این فیلم پرطرفدار ممنوع شود. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم‌های تاجیکستان و مؤلف مطلب نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی در شماره ماه دکبر مجله نوشته است فیلم‌هایی که زمان شوروی نواربرداری شدند نه تنها از دیدگاه ایدئولوژی تاجیکستانی صاحب استقلال بلکه حتی با نظرداشت جایگاه تاریخی و آبرو و عزت مردم تاجیک و تاجیکستانی غیر قابل قبول و تحمل است. مؤلف می نویسد که این مطلب در پس منظر نوشته صمیم یتیموف رهبر کمیته دولتی امنیت ملی در مورد راه‌های تشکل ایده ملی تالیف شده است. به نوشته مؤلف هر نفری که فیلم جورا شکارچی را تماشا می‌کند به این نتیجه می‌رسد که تاجیکان 90 سال پیش در شکل جمعیت ابتدایی زندگی می‌کردند. این فیلم تنها به حیث یک نمونه در مطلب استفاده شده است ولی مؤلف بسیار فیلم‌های دیگری معروف زمان شوروی را نیز زیر سوال برده است. حتی پخش فیلم‌های رستم و سهراب، کوای آهنگر و دیگر فیلم‌هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم‌ها شکوه و شهامت قهرمانی‌های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. دولت خدانظرов کارگردان معروف تاجیک روز 10 انور از شهر مسکو بر رادیو آزادی گفت واقعا زمان شوروی همه فیلم‌ها از نگاه ایدئولوژی تهیه می‌شدند ولی فعلا نیز آنها هیچ زیانی به ایدئولوژی ملی ندارند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان روز 10 انور بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم فیلم‌های زمان شوروی ماهیت خود را از دست ندادند. فیلمبرداری در تاجیکستان شوروی سال 1929 آغاز شد. در زمان شوروی تاجیک کینو بیشتر از 100 فیلم بدیعی و تاریخی آفریده است. فیلم‌هایی که جانبدارانش بخشی از تاریخ ملت و مخالفانش آنها را خلاف به ارزش‌های ملی می‌دانند.